اگر به یاد داشته باشید ما در روز شنبه ویژه برنامه‌ای داشتیم در مورد مناظره با آیات اعظام و خدمتتون عرض کردیم که تا هنوزم که 2 ماه گذشته از برنامه، بیشتر از 2 ماه از برنامه امامان وهابی شیعه، مراجع شیعه آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله نجم الدین طبسی تا هنوز جواب قانع کننده‌ای به سوالات و نامه‌هایی که براشون ارسال شده ندادن و به خاطر فشاری که بر روی شبکه ولایت و قزوینی و دار و دستش وجود داره از طرف شیعیان، عموما از طرف افکار عمومی، اومدن و خلاصه برای سیاه‌نمایی آره ما حاضریم مناظره بکنیم و در مورد دروغ‌های خود قزوینی. کلیپش هم من پخش کردم، دوستان عزیز شاهد بودن، هم در روز شنبه هم در سه شنبه گذشته که بیننده تماس میگیره میگه که وصال حق و انصاری کلیپ‌های دروغ شما رو پخش میکنه، چرا جواب نمیدید؟ میگه که ما از 5 سال به این طرف گفتیم که بیاید مناظره بکنیم، موضوع مناظرم با ایشون دروغ‌هاش باشه و در اینجا اسم استاد عبدالله حیدری رو ذکر میکنه، در حالی که ایشون برنامه زنده‌ای داشته در وصال حق و نه این دروغایی که ما پخش کردیم از طرف ایشون پخش شده. به هر صورت همیشه برای خودشون یک راه فراری میگذارن. فردا شبش حجت الاسلام ابوالقاسمیشون، همین شترمرغ خودمون میشناسید، ایشون سر و صدا راه انداخت که بله اینا اشتباه فهمیدن، ما منظورمون مناظره با کسی دیگه بوده و شبکه اینا هنوز 5 سال نشده و فلان از این حرفا. بعد جالبه که آخوند جماعت بیان در مورد اعداد و ارقام صحبت بکنن، استادش بلد نیست از 1000 تا 1100 یک شماره انتخاب بکنه، این میگه که به صالح چند سال میشه که شروع شده. علی کل حال دیدیم که بارها من عرض می کردم خدمتون که یک مرد در مذهب این آخوندا وجود نداره که بیاد با ما مناظره بکنه در مورد دروغایی که در شبکه‌هاشون پخش شده. ایشون اومد گفت که 3 تا از زنهایی که هستن تو شبکه ولایت اینا حاضرن که با حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان مناظره بکنن. اینا همه روش‌های فرار از مناظره و رو در رویی است با شبکه وصال حق. ما برای اینکه اتمامی حجتی بشه و دیگه بهانه‌ای دست اینا نیفته چون دارن فرار میکنن از مناظره، ایمیلی فرستادیم که من روز شنبه این ایمیل رو فرستادم و در برنامه زنده هم خدمتتون نشون دادم، برای اینکه شاید بعضی از عزیزان ندیده باشن این برنامه رو. یک بار دیگه من اون ایمیلی رو که فرستادم اگر احمد جان نشون بده، این برنامه زنده وصال حق فرستاده شده برای info@vilayat.tv.com تاریخ 10 دسامبر 2016 ساعت 8:44 به وقت مکه مکرمه، دعوت مناظره برای دومین بار. در این نامه من خدمت شما عزیزان میخونم که نوشتیم: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آیت الله حسینی قزوینی، دروغا و تدریس ها و تلبیس های در سالهای گذشته به حدی زیاد بوده که از 1000 و 1100 هم گذشته است و هر بیننده برنامه هایت به راحتی میتواند سطح علمی تو را مورد سنجش قرار دهد. اما با وجود این همیشه سر خود را به مانند کپکی زیر برف بردی و پرمدعا میگویی اگر من دروغ و یا تلبیسی کردم ثابت کنید و بیاورید تا بینندگان ببینن و حتی ادعا کردی که حاضر هستی از دروغ‌هایت دفاع کرده و ثابت کنی که دروغی نگفتی و صحبت‌هایت قطع و برید شده است. از این رو شبکه جانی وصال حق با ارسال پیامی از تو خواست تا به صورت تصویری و یا صوتی در برنامه زنده آن روی سکه تاریخ 6/12/2016 حاضر شوی و از دروغ‌هایت دفاع کنی، اما با وجود اختصاص دادن خط ویژه‌ای برای مشارکت تو در برنامه این جرأت را به خود ندیدی و ادعای خود را فراموش کردی. علاوه بر این، وقتی که در برنامه زنده آن روی سکه به شماره رابط عمومی موجود در سایت شما تماس گرفته شد، یکی از همکارانتان پس از آشفتگی و طول انتظار برای جواب با کلماتی مضطرب و پریشان منکر اصل موضوع گشت و تماس ما را قطع نمود. و عجب آنکه روز بعدش شاگردانت در برنامه زنده مدعی شدند که ما 3 نفر از خواهرانمان را برای مناظره با شما آماده نمودیم و با آنها مناظره کنید. آقای قزوینی، از آنجایی که خودت جرأت مناظره را در خود نمی‌بینی و نماینده شریفی هم در راه دفاع از دروغ‌هایت رسوایی به بار آورد و الان هم دست به دامن زن‌های دور و برت شده‌ای و غیر از ناموس خود و همکارانت مدافع دیگری پیدا نکردی تا از آبروی نداشتت دفاع کند، شبکه جانی وصال حق کار را بر تو آسان نموده و یکی از دروغ‌هایت را که مشت
نمونه خروار است برایت ارسال می‌دارد تا در اولین برنامه زنده‌ات تمام کلیپ خود را به صورت تمام و کمال نشان دهی و از آن دفاع کنی و به بینندگانت ادعای صداقت و بیگناهیت را ثابت نمایی. لینک کلیپ مورد نظر درباره تهمت تو به شیخ الاسلام ابن تیمیه در مورد منافق و زندیق خواندن امامان مذاهب اربعه اهل سنت. این لینک یوتیوب را هم براش فرستادیم. این نام هم شخصا از ایمیل خودم فرستادم براش. محمد انصاری، مدیر شبکه جهانی وصال حق و سلام علی من تبع الهدی. و این ایمیل و این لینک به روابط عمومی شبکه ولایت، مدیریت شبکه ولایت و بخش فنی شبکه ولایت هم فرستاده شده. امیدواریم که در اولین برنامه‌ای که آیت الله قزوینی در شبکه ولایت داره ما از خیر تو گذشتیم. میدونیم که تو مردانگی و غیرت مناظره با ما رو نداری. حتی تو و شاگردانت نمیتونن برای یک دقیقه هم در مقابل دروغات صحبت بکنن، چون دروغ گفتی و هیچ راهی وجود نداره برای این دروغات. ما همطوری که در نامه ذکر کردیم این کلیپ رو پخش بکن کمال و تمام، و اگر آنطوری که به دروغ ادعا میکنی که ما کلیپ های تو رو قطع و برید میکنیم، کلیپ کامل برنامه تو پخش بکن. بعد از اون بیا در مورد این دروغت صحبت بکن. اگر این کارو کردی واقعا ما میگیم این شهامت و جرأت و مردانگی رو داشتی، و اگر نکردی همه بینندگان خواهند دید که دیگه هیچ راهی برای فرار نداری. اینجا دیگه میدونم که تو از صدا تصویر منم میترسی، به خاطر همین تو این کلیپ نه صدای من هست و نه تصویر من هست. صدای یکی از دوستان است و تصویرم تصویر خودت هست. کلیپ مال خودت، پخش کردیم، جواب دادیم. مردانگی نشون بده و بیا این کلیپ رو پخش بکن و جواب بده. میدونیم که شهامت و غیرت این رو نداری که زنگ بزنی و از دروغات دفاع بکنی. این کل ماجرا بود در مورد سر و صدایی که اینا راه انداخته بودن در مورد مناظره. و بارها دیدید که این آقا فن دروغگویی شما براتون نشون دادم. با هم این کلیپ رو ببینیم. تمام وقتی آدم که دروغ میخواد ببافه میاد تمام ریزکاری ها را طوری بیان میکنه که طرف شبهه‌ای نکنه در اونجا. اگه دروغ ببافه 7-8 تا دروغ هم مقدمه مؤخره میاره، مسئله را طبیعی جلوه بده. بله، این در مورد فن دروغگویی ایشون هست و بارها گفته که اگر یک رجال شناسی باشه فعلا در قم ایشون هست و 200 تا کارشناس و مرجع و استاد دانشگاه و حوزه با ایشون همکاری میکنه. من نمونه ای از خیانت، دروغ و تلبیس این آخوند هیله‌گر رو خدمت شما عزیزان نشون میدم. چون ببینید این اگر بیاد در مورد مطالبی که ما در برنامه‌مون پخش میکنیم و کتب اهل سنت مسائل صحبت بکنه، خب مشکلی نیست، شبکه اهل سنت هستن جواب میدن. منتها نکته مهمی که میخوام بهش اشاره بکنم این است که ایشون حتی بینندگان شیعه‌ای که به شبکهش نگاه میکنن و این کلیپی که میخوام نشون بدم از درس خارج ایشون در حوزه است، حتی اون طلبه هایی که در درس ایشون نشستن همه رو الاغ تصور میکنن. با عرض معذرت همه شاگردانش که اونجا هستن در حوزه و بینندگان رو الاغ تصور میکنه این آخوند. من دلیل دارم برای این حرفم، حالا خدمتتون نشون میدم تا ببینید که این آخوند چقدر دروغگو هست، چقدر خبیث هست و چطور خیانت میکنه و شرم و حیایی هم نداره. کلیپ رو با هم میبینیم، بعد طوری که خودش میگه که 4 تا دروغ قبلش و 4 تا دروغ بعدش بگه تا این دروغش رو به اصطلاح حقیقی جلوه بده. با هم میریم کلیپ رو میبینیم. یعنی ویل برای عدم استیعاب هست، نه برای غسل. نگفته که ویلون للماسحین علی ارجلهم، نه، ویلون للاعقاب من النار. همونطوری که گفتیم بزرگان اهل سنت هم تعدادی بر این رأی هستند. طبری متوفای 310 در تفسیرشون جلد 6 صفحه 165 همین رو گفتن که فوجوب الویل لعقب
تارک مسح عقبه فی وضوئه اوضح الدلیل علی وجوب فرض العموم به مسح جمیع القدم بالماء. وجوب ویل برای اعقاب مربوط به کسی است که مس کشیده ولی عقب پایش رو مس نکشیده، دنباله پا رو مس نکشیده، یه بخش جلویی پا را مس کشیده، بخش عقبی پا را مس نکشیده. خب میگه این وجوب ویل برای کسی که ترک کرده مس عقب پا را دلیل است بر فرض عموم به مسح جمیع القدم. اونی که واجبه روی تمام پا باید مس کشیده بشه. الان ببینید اینجا روایت را از طبری ذکر میکنه و در اینجا روایت رو میخونه به این شکل که طبری گفته و فی وجوب الویل لعقب تارک مسح عقبی فی وضوئه. اینجا میاد میگه که در اینجا ویل للعقاب که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند برای کسی است که ترک کرده مسح پشت پاش. من این کلیپ رو وقتی دیدم تعجب کردم که آیا واقعا طبری این حرف رو زده؟ اونم در تفسیرش. و هر شیعه و سنی که این کلیپ رو ببینه و این طرف چطور عقب جانب و همینطور با کلمات قلمبه سلمبه آخوندی میاد این مطلب رو بیان میکنه. گفتم اگر این کارو کرده دیگه من باید از فردا برم مس بکنم پامو. رفتیم کتاب طبری رو، همین جایی رو که ایشون آدرس میده رو، این تفسیر طبری است دوستان نشون بدن و اینم صفحه بعدش شناسنامش و اینم آدرسی که ایشون میده در اینجا. حالا من صدای خودش رو میگذارم، روایت و صدای اون باشه، شما به این کتاب توجه بکنید. یک لحظه احمد جان اگر به من فرصت بدی. یعنی ویل برای عدم استیعاب هست نه برای غسل. نگفته که ویلون للماسحین علی ارجلهم، نه، ویلون للاعقاب من النار. همونطوری که گفتیم بزرگان اهل سنت هم تعدادی بر این رأی هستند. طبری متوفای 310 در تفسیرشون جلد 6 صفحه 165 همین رو گفتن که فوجوب الویل لعقب تارک مسح عقبه فی وضوئه. دوستان متوجه شدن؟ تارک غسل عقبه، این میگه تارکن مسح عقبه. یک بار دیگه دقت بکنید به این آخوند. متوفای 310 در تفسیرشون جلد 6 صفحه 165 همین رو گفتن که فوجوب الویل لعقب تارک مسح عقبه فی وضوئه. تارکن مسح، زوم بکن احمد جان که اینجا تارکن چی است؟ تارکن غسل، میگه تارکن مسح. تصور بکنید که یعنی خیانت تا به این اندازه، وقاحت تا به این اندازه، تدلیس و تلبیس تا به این اندازه. به قول خودش، من نمیخوام کلمات رکیکی که خودش در مورد خودش استفاده میکنه اینجا ذکر بکنم، اما انشاءالله اینو در یک کلیپ زیبایی درست خواهیم کرد با همون اصطلاحاتی که خودش داره، لعنت به این دروغگو، لعنت به این خیانتکار، همینا رو انشاءالله خواهیم گذاشت. اما ببینید که چطور اینجا میاد و کلمه غسل رو مسح میخونه. متوفای 310 در تفسیرشون جلد 6 صفحه 165 همین رو گفتن که فوجوب الویل لعقب تارک مسح عقبه فی وضوئه اوضح الدلیل علی وجوب فرض العموم به مسح جمیع القدم بالماء.
وجوب ویل برای عقاب مربوط به کسی است که مس کشیده ولی عقب پایش رو مس نکشیده، دنباله پا رو مس نکشیده. اینجا رو خیانت میکنه در ترجمه، به مسح جمیع القدم بالماء. آخوند جان، عزیز دل برادر قزوینی، تو که دیگه سنگ پای قزوین رو هم پدرش رو در آوردی. بابا جان اینجا ترجمه وقتی میکنی درست ترجمه بکن، میگه فرض العموم به مسح جمیع القدم بالماء. با اون لهجه آخوندی براتون بخونم، به مسح جمیع القدم بالماء. عزیز دل برادر اینجا میگه همه پات رو با آب مسح بکن، با آب، یعنی وقتی داری میشوری با آب همه پات رو مسح بکن، نه اینکه تو بیا پاتو مسح بکن اونطوری که شما مسح میکنید. و ثانیاً در اینجا تارکن غسل است نه تارکن مسح. ادامه کلیپ رو بشنوید. من کلیپ رو کامل میذارم به خاطری که این دقیقاً همین روایت رو داره میخونه. یه بخش جلویی پا را مس کشیده، بخش عقبی پا را مس نکشیده. خب میگه این وجوب ویل برای کسی که ترک کرده مس عقب پا را دلیل است بر فرض عموم به مسح جمیع القدم. اونی که واجبه روی تمام پا باید مس کشیده بشه. بله، تشکر میکنم. این یکی دیگری از دروغ‌های ایشون بود که خودتون قضاوت بکنید که تا چند اندازه این آخوند دروغ میگه.